الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. موضوع تقریر بنده درباره فضیلت قرآن می باشد. قرآن کلام خداست، خدایی که خالق آسمان ها و زمین و مدیر و مدبر تمام هستی است. او که هیچ قدرتی با قدرتش برابری کردن نمیتواند. خدایی که پروردگار همگیان و خالق همگان هست. پس قرآن صاحب مقام و منزلت زیادی می باشد. هر کس با قرآن نزدیکی و قرب پیدا بکند، اون هم بزرگ می شود. حضرت جبرائیل علیه السلام قرآن به وسیله او نازل شد، سرور ملائکه شد و روح الامین خوانده شد و قرآن عظیم الشان به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شد. از تمام انبیا مقام و مرتبهش بلندتر شد و قرآن عظیم الشان بر امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شد. از تمام امتها برتری یافت و الله جل جلاله ایشان را برترین امت خطاب کرده. کنتم خیر امتی، شما بهترین امت هستید. و قرآن عظیم الشان در ماه مبارک رمضان نازل شد، سید الشهور شد. قدر و مقامش از همه ما بهتر و برتر است. و قرآن عظیم الشان در شب قدر نازل شد، شب قدری که از هزارها شب بهتر هست. و به الله قسم که خدای جز اون نیست، اگر این قرآن در قلب یک انسان نازل بشه، اون انسان بهترین انسان میشه. به فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که می فرمایند: خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران بیاموزاند. اگر قرآن در زندگیت و روزت نازل بشه، اون روزت از تمام روزها بهتر میشه و بهترین روزها روزهایی است که با قرآن سپری بشه. قرآن صاحب مقام و منزلت زیادی می باشد. همین قرآن قرآنی است که کفار با شنیدن چنین الفاظی به حیرت آمدند و الله ایشان رو به میدان می طلبه، به تحدی می کشانه. میگه: ای کفار، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر شما به شک هستید به او چیزی که ما بر بنده خود نازل کردیم، فأتوا بسورة من مثله، یک آیه به مثل قرآن بیاورید. شما ببینید که کوچکترین آیه قرآن که به نام انا اعطیناک الکوثر، که به نام کوثر مشهور است، یک نیم خطی است. این سوره متشکل از 10 کلمه است و آیه اول اون متشکل از 10 حرف است و دومین آیه هم متشکل از 10 تا حروف ایجاز و به همین طور سومین آیه این سوره هم متشکل از 10 تا کلمه است و حرفی که بیشتر در این سوره تکرار شده حرف الف می باشد و حرف الف هم 10 بار تکرار شده. حرف را آخرین حرف این سوره می باشد و این هم در ترتیب حروف هجا رتبه دوم را داره. و جالبتر اینجاست که این سوره درباره نحر و قربانی نازل شده و اون هم در 10 ذوالحجه می باشد. این هست حال و مسئله کوچکترین آیه قرآن. پس حالا بیاورید مثل این قرآن. الله تعالی باز هم ایشان را خطاب می فرماید:
قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بگو ای پیامبر اگر تمام انس و جن جمع بشن به ای که مثل این قرآن بیارن، لا یأتون بمثله، به مثل این قرآن هرگیز آورده نمیتوانند. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه که بعضی دیگر را پشتبانی بکنند ولی هرگیز به مثل این قرآن آورده نمیتوانند. و قرآن خیلی مقام و منزلت داره که قرآن صاحب معجزات زیادی است که منها از آن درباره ذکر الله هست. الله تعالی می فرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که دلها به یاد الله آرامش میگیره. الله اون غافلانی را صدا میزنه که ای غافلان، به کدام غافلی غفلت روان هستید؟ یاد و آرامش در آپارتمان ها نیست، در مال و ثروت دنیا نیست، فقط و فقط در ذکر الله جل جلاله می باشد. اما این یک معجزه است و ما از او بیخبر هستیم. یک دانشمند درباره ذکر تحقیق میکنه و یکی از محققین آمریکا می باشه که تحقیق میکنه که کسانی که مسلمان هستند از کسانی که مسلمان نیستند 100% اونا امراض قلبی اونا کمتره و اونها کمتر به خودکشی، به عوامل خودکشی نزدیک میشن. معجزات قرآن زیاد است که اثرانگوش می باشد. الله تعالی به این درباره اثرانگوش اشاره فرموده و امروز تحقیقات نشان داده که واقعا حرفهایی که 1400 سال پیش گفته شده اونها امروز به تحقق میابه، در حالی که اون زمان نه خبری از تکنولوژی بود نه از وسایل عصری امروز بود. و شاعر چه زیبا میفرماید قرآن مگو دریاست این تا جاودان برجاست این، قرآن مگو دریاست این دریای ناپیداست این، تا جاودان برجاست این ارواجش برهان من. و از الله تعالی تقاضا داریم که ما را حامل و عامل قرآن بگردانه، با ما علم واقعی قرآن را نصیب بفرماید. خدایا علم واقعی قرآن را که ما مستحق او است نصیب ما بگردان. و قرآن دارای فضایل زیادی می باشد. احترام قرآن باید داشته باشیم. هنگام تلاوت کردن باید انسان زمانی که قرآن را تلاوت میکنه وضو داشته باشه. تمام آداب و حرکاتی که واقعا مستحق قرآن است باید ما آنها را انجام بدهیم. که وضو گرفتن می باشه میایم دو زانو قرآن را باز میکنیم، با دو زانو بخونیم، با قلب آرام، با فکر آرام، اگر معانی او را میفهمیم در معانیش تفکر بکنیم. الله جل جلاله تمام احترامات قرآن را به ما نصیب بگردان. از این بیشتر وقت شما را نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.